یک هیئت تجارتی آمریکا با منظور آشنایی با فضای تجارتی اقتصادی در دوشنبه قرار دارد. فیلیپ دلیون، رهبر شورای تجارتی ایالات متحده آمریکا و تاجیکستان گفت هدف اصلی از این سفر شناسایی با وضع اقتصادی و فضای سرمایه‌گذاری در تاجیکستان است. به هیئت مذکور مسئولین تخمینا 10 شرکت از جمله بیکن، مکینزی، جنرال الکتریک، امیتی تکنولوژی، کوکاکولا کمپانی و دیگرها شاملند. سفر هیئت صاحبکاران آمریکایی به تاجیکستان در حال صورت می‌گیرد که در یک سال اخیر چند شرکت استحصالی تجارتی خارجی ترک کشور کرده و دیپلمات‌های روسیه و اروپا قاعده‌های نانوشته کار در محیط صاحبکاری تاجیکستان را انتقاد کردند. رهبر هیئت تاجران صاحبکاران آمریکایی روز 13 ایول خوشبینی خود را از شناسایی با محیط بازار تاجیکستان بیان کرد و گفت که این کشور برای صاحبکاران آمریکایی یک بازار ناشناس ولی جذاب به حساب می رود. فیلیپ دلیون، رهبر شورای تجارتی آمریکا و تاجیکستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت نمایندگان 10 شرکت معروف داوطلبانه و به خاطر آشنایی با شرایط اقتصادی و تجارتی و فضای سرمایه‌گذاری وارد تاجیکستان شده‌اند. این سفری نخستین هیئت تجارتی آمریکا و تاجیکستان است. ما تصمیم گرفتیم که با چشم خود به وضع تاجیکستان شنا شده و معلومات ضروری را درباره این کشور به شرکت‌های کشورمان برسانیم. سفر ما با بیزنسمن‌های آمریکا بی تاثیر نخواهد بود. آنها فکر می‌کنند مادامی که هیئت در تاجیکستان قرار دارد، وضعیت برای بیزنس در این مملکت خوب است. با گفته وی، جانب آمریکا سرمایه و تکنولوژی پیشرفته و تاجیکستان نیروی کار ارزان و مواد خام دارد. از این لحاظ جانب‌ها می‌توانند در بخش‌های کارکرد محصولات کشاورزی، انرژتیکا، معدنی‌کاهی و جهانگردی همکاری‌های متقابلا سودمند برپا کنند. نیکروی زبیرزاده، رئیس شرکت تاجیک اینوست کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی گفت که در بیزنس فوروم آمریکای تاجیکستان که قرار است روز 14 ایول در دوشنبه برپا شود، امکانیت‌های همکاری شرکت‌های وطنی و آمریکایی بررسی خواهند شد. وقتی که درباره کندن‌های فایده‌ناک میگیم، درباره اشیاء خام، درباره امکانیتایی که ما برای سرمایه‌گذاران یعنی پیشنهاد کرده میتوانیم، ما امید داریم که از همون دولت‌هایی که علاقه تجربه بوی کلان دارن برای سرمایه‌گذاری نمودن در دولت‌های خارج، مبلغ‌های زیاد دارن که میتونن بیشتر با بخش‌های انرژتیکا، بخش‌های کارکردی محصولات خوراکی قشلاق، وارد نمودن تکنیک‌های تکنولوژی نو و اینچنین و توریسم. در حالی که اعضای هیئت تجارتی آمریکا میگویند از نتیجه مذاکرات در تاجیکستان خوشبینند، در یک سال اخیر فضای سرمایه‌گذاری در تاجیکستان و شرایط کار شرکت‌های خارجی و نهادهای مالی بین‌المللی مورد انتقاد قرار گرفته است. در اظهارات مطبوعاتی، سفیران روسیه و اتحادیه اروپا از وجود قاعده‌های نانوشته برای کار شرکت و صاحبکاران خارجی، وجود فساد و بلند بودن میزان اندازبندی انتقاد شده است. از جمله مای فورال هدایت بیشچویچ، رئیس دفتر اتحادیه اروپا، در دوشنبه به خبرنگاران گفت که در شکایتی 35 شرکت اروپایی که در میان آنها تسل، اکسس بانک و مهمانخانه سیرینا و شیراتون می باشند، از تفتیشات با تکرار نهادهای مالی و میزان بلند مالیات شکایت کرده، گفتند که در صورت تغییر نیافتنی وضع بازار را ترک خواهند کرد.